خب تو این پروژه ما با یک شیب خیلی تند مواجه بودیم که البته خود این شیب قبلا توسط کارفرمای محترم پروژه شرط‌بندی شده بود و یک سری حالا صفحات رو تو وضع موجودمون تو اون بستر کوهستانی داشتیم. حالا یکی از موقعیت‌های خوبی هم که باز این زمین داشت این بود که دید جنوب بهترین دیدش بود، اون منظری که داشت و همینطور خب همون بهتر می‌دونیم که اون نور خوبی هم که ما می‌خوایم دقیقاً تو این ظل وجود داره و این یه پتانسیل خیلی بزرگ بود برای این زمین که ما بتونیم توده زمین رو تو قسمت شمالی ویلا جانمایی بکنیم. خب ما تو این پروژه سعی کردیم که اون لایه‌های زمین که تو وضع موجود هستش رو بیایم و رهاسازی درش ایجاد کنیم و بیایم اینا رو از روی زمین بلند کنیم و بیاریم به سمت اینکه یک توده‌ای رو برای ما تو انتهای زمین ایجاد کنن و لابلای این لایه‌هایی که داریم صحبت می‌کنیم اون ویلای ما بیاد شکل بگیره و اون فرم شیروانی هم که حالا تو طبقه فوقانی داریم می‌بینیم دقیقاً به خاطر اینه که ما اون حس خونه بودن رو بتونیم از این پروژه بگیریم تا اونجایی که میشه و ترکیب این صفحات رو با اون شیروانی در واقع داشته باشیم. طبق آنالیز اولیه‌ای که داشتیم سعی کردیم که بهترین زون بندی رو برای فضاهامون ایجاد کنیم و از لای جنوب و جنوب شرق که هم نور مطلوب و هم منظر مناسبی داشتن رو بیایم به فضاهای اصلی اختصاص بدیم، مثل سالن‌ها، وویدها و حالا فضاهایی که بیشتر به نورگیری نیاز دارن و بخشی از اتاق خوابامون و خب فضاهای فرعی مثل دسترسی پله، آسانسور یا سرویس‌های بهداشتی رو به تبع جای انداختیم که نور کمتری داشته باشه، مثل ظل شمال حالا یا شمال غربمون که به این شکل پروژه جانمایی شد و خصوصا در طبقه همکف که باز استخر رو داشتیم سعی کردیم که یک ویو و منظر خیلی خوبی رو به محوطه و حالا به ظل جنوب و جنوب شرق و همینطور شرق خودش در واقع ساختمون داشته باشیم. تو این ساختمون ما یک سری از فاکتورهای معماری پایدار رو رعایت کردیم تا اونجایی که شد. خب بحث انرژی واقعا توی کشور ما مخصوصا داره خودش رو کاملا نشون میده. از پنل‌های خورشیدی اومدیم استفاده کردیم توی سقف شیبداری که داشتیم و بیشترین در واقع بازدهی رو تونستیم از اونجا بگیریم و تقریبا میشه گفت ساختمون خودش میتونه انرژی برق خودش رو تامین کنه با این پنل‌هایی که داریم و از اون برم حالا یک سری ابعاد اجتماعی و بصری که معماری پایدار داره، مثل حالا رنگ سبزی که ما توی نمامون کار کردیم، در کنار اون درختچه‌ها و تراس گاردن‌ها و روف گاردنی که ایجاد کردیم تا اونجایی که تونستیم سعی کردیم که تو بحث معماری پایدار این ساختمون بتونه حرفی برای گفتن هم داشته باشه.